این پسر یک کیف پر از پول پیدا میکنه و با خوشحالی میره تا کیفو به مادرش نشون بده. اما مادر پسر ناراحته چون به خاطر پرداخت نکردن قسطهاش دارن ماشینشو میبرن. مادر پسر که شغلشو از دست داده حالا ماشینی هم نداره که با پسرش داخلش بخوابه. میلاد کوچولو کیف پولو بهش نشون میده و به مادرش میگه قسط ماشینو پرداخت کنه. مادرش یه لحظه وسوسه میشه اما بعد با مهربونی به میلاد میگه نمیتونیم این کارو بکنیم چون این پول متعلق به یه نفر دیگه است که ممکنه واقعا بهش نیاز داشته باشه. بعد کیفو به صاحبش پس میده. مرد با خوشحالی کیف پولو از زن میگیره و بهش میگه اون یه میلیاردره که از قصد هر سال کیف پولشو میندازه روی زمین تا به افرادی که نیازمندن اما با این حال شرافتو کنار نمیذارن و کیف پولو بهش پس میدن پاداش بده. و حالا کیف پول و کل خونه‌ای که داخلشم متعلق به زن و پسرشه چون